و صبر از معصیت این چی معنا دارد؟ حبیب خدا میگوید رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله. صبر از معصیت چیست؟ شما الحال قادر هستین که نماز نخوانین، دارین قدرتی که نماز نخوانین، دارین قدرتی که به نماز جمعه نآیین، دارین قدرتی که در مسجد نمازتان نخوانین، دارین قدرتی که این روزها شما دختر بازی کنین، دارین شما قدرتی که امروز عرق نوشی کنین. همه این گناه ها را امروز شما قوت دارین که انجام دهین، لیکن در برابر این قدر معصیت شما صبر دارین. صبر میکنین و به سوی این گناه نزدیک نمیشوید. اینا میگن صبر از معصیت. حبیب خدا گفتند رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله. 7 طایفه در روز قیامت در زیر عرش پروردگارند. یک کسی همون کی هست؟ مردی هست که یک زنی صاحب جمال، یک زنی صاحب منصب فریاد میزند او را که بیا همراه من باش، بیا کام دل مرا برار. این مرد چی میگوید؟ اینی اخاف الله. در برابر این زن جواب این مرد چیست؟ من از پروردگارم میترسم. مقصد من همراه تو هیچگاه یک جایه نمیشوم. اگرچه تو منصب داری، اگرچه تو دولت داری، اگرچه تو به نهایت حسن خوب داری، لیکن من از پروردگارم میترسم. انا اینا میگن صبر از معصیت دارد قوتی که با او یک جایه شود، لیکن قدم نمیزند، صبر میکند تا که در گناه نزدیک نشود. شما هم باید که در هر یک گناهی که قدرت دارین انجامش دهین. وقتی صبر برای خودتان پیشه میکنین انشاءالله پروردگار همراه شماست و برای شما مکافات خیلی کلانی را نصیبتان میکند.